شما مهمون شود، خوش دماغ از باغ و از بستان شود، از سعادت هایتان شادان شود، از سعادت هایتان شادان شود، شادان شود، شادان شود. اینقدر زیباست پیش را که شما سکلی دل ها، پیش را که شما آب شیرین از در جوی شما، ایسان از در کوی شما. میدونی قلندر از همون زمانی که از ماشین فر اومدیم واقعا یک احساس دیگر ما رو فرا گرفت، نفس کشی هم کم رنگ دیگر گرفت. همین گونه است نکروز، وقتی که انسان با ده میاد یک احساس دیگر فرا میگیرد، یک تصورات خیلی جالب فرا میگیرد. البته کوههای برفپوش و زندگی بسیار هم شایسته و آرامانه دهات یک وادار میکند که زیبایی رو بیشتر ببینی و زندگی رو خوبتر دوست داری. و من به همین خاطر امروز ما آمدیم به ناحیه فیض‌آباد. بله، اینجا ناحیه فیض‌آباد است، دهه الاک و سیر نوبتی ما در دایره برنامه روز در دهه در همین مکان خواهد گذشت. الاک یکی از کلانترین و زیباترین دهه‌های ناحیه خوش‌هوای فیض‌آباد است. الاک همزمان هم نام خود دریای ایرانی صاحب می باشد که از میان دهه می گذرد و به این خاطر این دهه زیبا را الاک‌تره نیز نام میبرند. دهه الاک دارای 5 گذر بوده، با سبب اهالی زیاد و مساحت وسیع در دهه 2 مکتب بنیاد شده است. مخصوصیت دهه ان همین دیواره‌های دورادور حولی ها است که قریب همه یکسان از نوده‌های سفیدار بافته شدند. از موضع‌های سیاحی و دیدنی میتوان بید تاریخی، مزار و مقبره حضرت بزرگوار، کوه‌های سربافلاک، چشمه مصفا و کنار دریاچه الاک را نام گرفت. мардуми деҳа аз рӯи одат ба боғдорию ғалладорӣ, чорводорӣ ва дигар корҳои хоҷагӣ шуғл меварзанд. дар зимистон бошад, ҳезумкафонӣ ва чорводорӣ бар ин корҳои рӯзмарраи деҳот шуғли асосии мардуми элок аст. деҳа бо ана ҳамин корҳояш зеб дорад, ки мо низ чанде ба корҳои хоҷагӣ машғул шудем. ана ҷура мерем қуртоб омода мекунем, дар ҳамин ҳавои сард мезанем дам. بهترین لیکن حاضر وقتی اون الافتی گوه هم فرو رسید است و خونه هم خنک است نیکوز خوب میشد اول کمتر تو هزوم میده کنیم و من پس یعنی الافتی گوه ها را چی گفتی؟ اکنون کار کردم در کارم. البته دیها با کارش بزده باست. اکنون این من در حال میگم که کاری من نیست، خب هنر ندارم کنده کنم. بیام من خوبترش نزدی مولها میرم، از پای مولها میشم، بعد بو میخرم، بعد پای قرطاب میشم. کاری آسان میگیری ها نیکروز. خیر مایلش. به نظر آسان می نماید ولی نه هر کس از همین هزومایده کردن یا کندکافونی از اودش می براید و بیشتری وقت یک شکل خاص دارد و همین گونه هزومهای راست رو باید در همین شکل گذاشت. در شکل دیگر نه همیشه موفق می شاید. خب
فرزندان کوهستان بیشتر در زمستان به همین کندکافانی مشغول میشن. دیدید؟ من فکر کردم که کاری آسان انتخاب کردم، اما نه. باید بالا بر اومده، علف پایان فرورم، майда کرده بعد با مولها بدهم. خیر چی؟ انتخاب خودم. میرویم. گفتگی بریم. زندگی در دهه واقعا جالب است. اکنون تمام. به نظر من می‌آمد که کار به‌نهایت زیاد است و وقت زیاد می‌گیرد، اما نه، چند دقیقه هم اگه رفت. با صاحبخانه تشکر که همه‌اش را جابجا کرده بود است. کاری من سبک شد. خوب حقی بوسالچه آن همین قدر کار بوده است. بسیار نخ شد. خیلی کار باری زمستانه اوغل میروند گاو و علف کنی و خیلی مثال زندگی بچه ها باشد در سنگ بازی مشغولند. خب این بزکشی بازی های جوانی. در الاک زمستانی سخت حکم فرما است و هر دفعه برف بلند میبارد. از این لحاظ چنه بازی از بازی‌های دوست داشتنی کودکان الاک گردیده است. کودکان این موضع چنه را خودشان میسازند و در آن هم صنعت عجیب دارند. به فرق از چنه‌های دیگر در اینجا حجم چنه خرد است و آن اساساً از چوب یا تخته ساخته می شود. با خرسندی فرزندان این موضع به چنه بازی مشغول می شوند که در چند گوشه ده ما این را مشاهده نمودیم.
اکنون یکی از خوراک‌های ملی را که قروتا عنوان دارد و مخصوصا در این هواهای سردی رمزی است آماده خواهیم کرد. برای آماده نمودن همین قروتابه که در پیش است ما البته همراهی دارند بانوان هنر کدبانوانی که خیلی تجربه کافی دارند برای این گونه طعام‌ها را آماده کردن خولای سوریه و خولای ولمک. خب شروع میکنیم خاله جان بیاید در اول بگویید برای من بسیار جالب اومد انا همین طرزی فطیر این گونه دایره شکل جالبی چگونه است من یک شرح میدید درباره فطیر چگونه آماده میشود آماده شدن در این یک مقصد داره که انا فطیر مونه انا خمیر میشوریم تونک میکنیم زولمون تونک میکنیم مسکه تاجیکی قطی روغن زود ارالش میکنیم او میکنیم در میشکیم گشته جمعش میکنیم کلا میکنیم فطیر تونک میکنیم میپزیم برای چی این گونه شکلی ببینید بینندگان عزیز ببینید شکل بسیار جالب دارد و فکر میکنم به همین گونه روی همین لعلی مونده شده است و پخته شده است ما وقتی که زولا رو میگیریم در تخته خودش همین خیلی چی میوید دور میزنه میگیریم همین خیلی در چیز میمونیم اوجی در دیدون نشیده برای که مسکه داره ما در دخوفکه میکنیم ایره او فطیروی که در دیدون میکنیم او با دیگر نموده همین قروتوه این دو نموده این شهیه قروتوی شهی میگن ایره او قروتوش با دیگه های او فطیرش دیگر نموده میتونیم که اینه بگیریم مایده کنیم بگیم قلنده بوری کنیم خوب خاله جان اکنون این رو همین گونه که ما مایده داریم درست باشد همین گونه دراز یا که چگونه باید باشد درست کردن درست خورد خیلی مایده نمیشه مایده میشود خوب کم درست‌تر کردن فصل بیشتر زمستان فصل همین زمستان برای قروتو برای مهمونا بسیار خوبایده که همین قروتو زمستان ده تابستان ده که کمتر چیزی وزنی میوید خاله جان اکنون شما میگفتید که همین بیشتر در منطقه شما در ناحیه فیض‌آباد مثلا در دهه الوک کدام خوراک‌ها رو آماده میکنند کدام خوراک‌ها رو بیشتر پسند دارند مردم دور پیش دیگه بود حاضر دیگر شدگی بود حاضر آش میکنن فطیر مسکن گفتگی هست اوقات ملی اینا گندم بود میکنن آش تویوق میکنن آش بریده میکنن موج میکنن شیرکدو همطوری اوقات ملی بسیاره لیک تابستان ده سیالک میشوه مدل میشوه بعد اوقاتای با بهاری میشوه بعد سیالک و مدل همطوری با اوقاتای تاجیکی خوبه که همین میپزن بله کلونو میپزن مو که اکنون سال سینمونم رفته کلونو میتیم خب خدای برآمد کمی شما درباره طرز آماده نمودن قروتو باز معلومات میدید یعنی مخصوصا در فیض‌آباد چگونه آماده میکنن قروتو قیاس با دیگر خیلی این همین ناحیه همین فیض‌آباد بسیار قروتو برای مهمونا همین نومی هایده همین قروتو مثال بگیریم دو نمود فطیر داریم فطیر شهی داریم با فطیر عادی داریم بسیاری آدم ها با او را پسند میبینن همین فطیر چرا عادی را بچه ها نرم میبینن در دیدون او پخته میشود ما بسیار میکنیم همین قروتو ها بسیار استفاده میبریم در مهمونامون خانه در بسیار استفاده میبریم همین قروتو چیزی که همه نغز میدیدگی بچه ها همین نغز میبینن همین قروتو و شکر و چیزای ملی را نغز میبینن از کدام نمود روغن اکنون مورد استفاده میبریم؟ ما بسیار روغن زرد خیلی او که وابسته به هر آدم داره یک خیلی آدم نغز میبینه زغیری یک خیلی آدم نغز میبینه زرد و چقدر یعنی شوی است بعدا خبردارتون نام یعنی چقدرش کافی است اگه شما وابسته همین یک طبق دکنیده همین آغاز هم نیست بیام همش رو باید ریزه کنیم نه اما کمتری او را کنی بسه چکر رو باید ما علاقه او مخته کنیم چکر اینه
تیار کنی شیرگرم باشه که همین قروتوی ما همو چیزش چکش ترش نشود همین شیرین بیوید. انا مثال بگیریم جاهای دیگه در با قروت میکنن او قروت مثال بگیریم یک خیلی آدم چکن نداره و همو قروت پیشکی آماده میکنن با تویستون آماده میکنن زمستون در چیزی تیاره او میگن در طبق میمونن یا 7 دونه 8 دونه مثال بگیریم چینی همو زلولیش او که جوش میریزن با دستشون چی میتن تف میتن میشکن میشکن او خودش انا چی تیور میشود. میتونیم که همه چکر گید قروتمون همه بریزیم. بریزی بوب بریزی تو وقتی که همین فتیلمون انا چی شود همین چی تیار کردگیمون پر شود. خلاجو عموما همین حیات دهات رو چگونه ارزیابی میکنید؟ بودن حالتایی که شاید با شهر میرفتید شاید زندگی رو در اونجا ادامه میدید ولی شما از این کار دست کشیدید در دهات زندگی رو ادامه داد. چگونه است زندگی دهات برای شما چی کیفیت داره؟ که همین خیلی هسته که ما هم دختر شهر بودیم وقتی که اومدیم در می کیستان شهوار کردیم چه خیلی بگیم که همدیگر فهمیشی زندگیمون نقض گذشت خیلی چیز شهر نکردیم شهر بسیار چیز نکردیم همین کیستان رو نقض دیدیم بود هوای تازه خیلی زندگی خوب بچه و دختر همین جده آموخته شدیم همین آدم های همجا نقض دیدیم زندگی نقض رفت همجا زندگی کردیم چیز شهر نکردیم که بریم همین جا نقض دیدیم. قروتوب از таомҳои серғизову машҳури миллист. тарзи омодасозии он дар минтақаҳои гуногуни кишвар ба шаклҳои мухталиф ба назар мерасад. дар Элок қурутобро асосан бо равғани зард омода мекарданд ки ин ҳам барои мо ҷолиби диққат буд. равған кифоя аст? کفایه حالا میتونیم که آروت کنیم هر کس به همو چیزی خودش میخورده میتونی که در پیشتمونی رو خوب نگیریم اکنون زیب و زینت میدیم تعامونه همین تعامونه زیب و زینت میکنیم خیلی بودرینگ هم سال بگیریم که چیز کردیم روغن شکر اومد خیلی که هر کسی را که بخوره بچه ها بگیری پیشوت نخولی کنی ای اوقات میلی کردگی ما را بچشه که چه خیلی اومده یا به خوب دی کورتای فیض‌آباد به خوب دی البته نزدیک میشویم و میچشیم که در این فصل بسیار هم زیبای زمستان و در این فصل سرما البته که تناول کردن چنین خوراک‌ها راحت است. بگیری مرحمت کنی. البته اکنون با شما آغاز میکردید خوب میشد. بسم الله. خلاجون شما هم یک نوبت میکردید در ما. بسیار اکنون جذاب مینماید و فکر کنم از خوردنش ممکن سیر هم نشد. خیلی ملاحظات آماده شدن بیننده عزیز قروتوب آماده کرده ما خیلی ملاحظات است و فکر میکنم در همبستگی خیلی یک چیزی خوب هم آماده شد و واقعا قروتوب در منطقه فیض‌آباد میگم که شکل و اسلوب ویژه داشته است و مزه‌اش هم خیلی پرمزه و جذاب و لذیذ است. ما بهای اعلی میدیم البته به این قروتوب و البته نام قروتوب شهری قروتوب شهری نام دارد این قروتوب و بسیار خوشمزه است.
қаландар воқеан як хӯроки болаззат хӯрдем, бисёр олӣ буд ва холаҷоноб ба шумо ташаккур мегӯем. Изҳори миннатдорӣ аз ҷониби мо ва аз ҷониби сарпарасти барномаи мо ин тӯҳфаҳо тақдими шумо мегардад. Ташаккури зиёд мегӯем ба шумо. баъди тановули қурутоби болаззат хостем бо бачаҳо ба бозӣ машғул шавем. бозиҳои гуногун бештари вақт дар теппаҳои канори деҳа баргузор мешудааст. бо бачаҳо ба макони бозӣ мерафтем ва дар роҳ боз аз як сирри нофтаи деҳаи Элок огоҳ гаштем. مشرفی مایا عیبی خودش هم شد. هممون گفتیم بیا به همین مردک نرس، آخر وی شهری باشد. бале, филми дар орзуи падар ки то солҳои 2010 аз шӯҳратдортарин филмҳои тоҷикӣ будаву имрӯз низ миёни пиру ҷавон маҳбубият дорад, дар деҳаи Элок сабт гардидааст. از آخری بلند آب نوشیدن خواست. انا عاقبتش آبی دیدش در بری رویش، دو بچهش پیش پیش گشته آمد. بس کنید کلین. فیلمی در ارزوی پدر در منطقه همی گل خیری به نام گل خیری گرفتگیه، خیلی در همی منطقه همی گل خیر گذروندگی همی منطقه ده. بعد کم ترکش در پایان گذروندگی، بعد خیلی همی قشلوق همی Элок ده گذروندگی. аз бозиҳои машҳури минтақаи Элок ин бузкашӣ бо хар будааст. машғулияти бузкашӣ тавассути ин ҷонвари дастёр миёни наврасони минтақа мавқеи хоса дорад. махсусан дар фасли сармо талу теппаҳои барфпӯш макони рақобатҳои ҷолибу шавқангези бузкашӣ бо маркабҳо ба шумор мераванд. من از خردسالی از سن 7 سالگی هم از همین کلانسالای قشلاق چه اکوهام یاد گرفتم و این بازی را در زمستان اجرا می نماییم. قدیم همون بزکشی آمدگی ما را میکنیم بسیارتر در فصل زمستان میشه که برای که خران هم دیگه در فصل زمستان بسیارتر مست میشن که ما برای همین بز میکشیم. این در همین قشلاق بازی بزکشی خیلی معروف میباشد. ما برای همین این رو بسیارتر استفاده میبریم. خب دوستان، اینقدر مسیر البته بیهوده نآمدیم و آمدیم در همین موضع یک بازی جالب دیگر خواهیم گذرانید، بزکشی با خر. بله، واقعا بزکشی البته با اسب‌ها می‌دیدیم، ولی امروز با خر دیدیم، بسیار جالب شد و این مسیر هم طی کردیم. امروز بازی اولین ایمون از همین مشغولیت خواهد بود. اینجا بچه‌ها خیلی زیاد جمع اومدن راستی در این خانگی. سعید اشرف میگفتی که قانونیت ها چگونه باشه، قاعده ها چگونه میشن و بازی چگونه صورت میگیرد که ما آگاه باشیم. بازی اصلا این کلمه باشد که وقتی که پیکم ما میباشه باید اون بز رو گرفته در آنجا پرتوفتک در اون دوره که تا حرام حالا که به چه وقتی که بز رو گرفته میآیند در درون پیکم پرتم حلال میگن و بعدا رفته سالم شیر رو میگیرد.
بعد ما این پیکر رو میکشیم و از دیگر جا خرا رو چه دوانده میاریم بوز رو میگیریم و به دیگر طرف ها رفته گردانده میاریم بود در همون پیکر میپختیم و غالبت این بوزی رو ما توفه ها میدیدیم. یعنی که ان همون بوزه که میگوید ان همین خلطه که درونش مثل هرخی متوها هست. پس قلندر بیا یک جای تماشا میکنیم که تو این بازی در عمل چگونه باشد. البته جالب میشد و خوب بچه‌ها میکنن. بله بچه‌ها یک چیز دقت یک سخن دارم. کسی غالب میشد صاحب تحفه میشد. برای همین بسیار ماهرانه برآمد کنید. به همه برار تحفه ما از سرپرستی برنامه از مغازه یوور میشود. و دوستان آغاز میکنیم. بکش و اینک دوستان عزیز بعد یک نبردی واقعا هم دیدنی که بین همین بازی برگزار گردید غالبان معین شدند و خوب معرفی میکنند خودشون رو غالبان. خوب نام شما؟ سفرعلی و نام شما؟ رجمرود و سفرعلی در بازی همین بزکشی با خر غالبی همین بازی شدند و ما از نام سرپرستی برنامه یعنی مغازه یوور این غالبانی بازی رو قدردانی میکنیم. برآمد این تحفه به شما و تبریک میکنیم. مرحمت مبارک باشد. گوشتینگیری از ورزش‌های ملی و اجدادی ما محسوب می‌یابد. در دلخواه منطقه تاجیکستان وقتی مهمان شدیم درک کردیم که فرزندان آن خیلی دلباخته گوشتینگیری هستند، خاصا نورسان الاک. نوبسته از برف و هوای سرد هنگام بزکشی چند از نورسان خواستار گوشتگیری نیز بودند. دوستان اگرچند که هوا خیلی سرد است ولی بچه‌ها نزد ما با همین لباسهایشان اومدن گفتن که ما گوشتین میگیریم و ما هم رد نکردیم. اینجا یک رقابت اطمینان دارم بسیار هم گرم و بسیار هم دیدنی برپا میشود در همین بین تل و تپه‌هایی که بسیار برفپوش و سرد است. نام شما چی است؟ عمر. نام شما؟ اشرف سلیمان. سلیمان با عمر حاضر یک نیروسنجی نشون میدن برای ما و شما و بعدا میبینیم که چگونه جذابیت و دیدنی و خوب و شدید خواهد بود. بیاید دستگیری میکنیم و زیر کفگوبی شما آغاز میکنیم نبرد رو. خوب آماده هستید؟ سلام میکنیم. خوب گیرید. بچه ها دستگیری میکنیم ورزشگران را.
дар ин хунукӣ осон аст магар гӯштин гирифтан. Чо дастгирӣ кунем? Хуб, бисёр шадид мешавад қарсак. Қарсак мезанед, бисёр олӣ, бисёр олӣ. Воқеан Анвар, Анвар ҳалол, ҳалол. Анвар чӣ гуфтанӣ дорӣ? Умар, ман маъзарат мехоҳам. Умар, мо чунон дар ҳайрат мондем ки ҳатто номашро мо фаромӯш кардем. Умар ҷон, чӣ гуфтанӣ дорӣ? Чанд муддат аст ки гӯштингирӣ мекунӣ? من 2 سال شد که مشق میکنم میخواهم که در آینده چمپیون شوم. یک қарсак мезанед ба хотири чемпион. Муборак боша ва албатта ки чемпионро қадрдонӣ ҳам мекунем. хуб, аз сӯи сарпарасти барнома мағозаи Ёвар ба ғолиби ин набарди бисёр диданӣ ҳам як тӯҳфаи бисёр хуб тақдим карда мешавад. Як қарсак мезанед зери қарсакҳои шумо. Муборак бошад тӯҳфа ва итминон дорем ки чемпион мешавад ба гуфти худаш. Муборак бошад. бозиҳои миллӣ воқеан ҳам ҷузъе аз зиндагии афсонавии фарзандони кӯҳистон ҳастанд. ҳар минтақа бозиҳои хоси худро дорад ва баъди ошноӣ пайдо намудан бо бозии хоси ин минтақа хостем ба кӯдакон як машғулияти дигарро нишон бидиҳем. бозии нав ба онҳо писанд уфтоду шавқу ҳаваси бачаҳо моро низ ба ёди кӯдакӣ бурд. яке аз бозиҳои ҷолиби дигар ин хурусҷанг аст ва инак мо чанд ҷуфтро интихоб кардем. шурӯъ хоҳем кард ба ҳамин бозии ҷолиби навбатӣ. хуб, шарт бо шартҳои бозӣ ошно мешавем. хуб, албатта хурусҷанг гуфтем, ин бозӣ бисёр маъмул буд. ман мутмаинам шумо ҳам медонед. як бор мо ба ҳар сурат бо қаландар ба шумо як бор нишон метиҳем. як поро мебардорем, дастҳо ба қафо, бояд ки аз по, яъне ки афтонӣ. агар ду по дар замин зад, мағлуб шудам. фаҳмиде? ду пой дар замин зад, ман мағлуб шудам. хуб, як ҷуфтӣ мебарорем. бале, хуб, аз ҷуфти аввал шурӯъ мекунем. бе ду каси дасту қафо, як пойро мебардорем, шурӯъ мекунем. тамом. акнун ҷуфти дигар, ғолиб шумо шудед. ҷуфти дигар, ду каси дигар. хуб, ғолибо ин тараф, ғолибо аз тарафи ман. бо ҷуфти дигар. хуб. не. ин ҳисоб намешавад, чун онҷо каме ноҳамворӣ буд. як бори дигар дар ҷои ҳамвор. бачаҳо қарсак зад дастгирӣ мекунем. тамом, касе агар мағлуб шуд аз ин тараф. тамом, ғолибо аз ин тараф, мағлуб шуда аз тарафи дигар. ва албатта ки дар ин бозӣ мо як тӯҳфа медиҳем ки дарунаш ба ҳама, яъне тӯҳфаҳо мерасад, шириниҳо аст дӯстон. ва албатта ки тӯҳфаро тақдим мекунем то ин ки ҳамагӣ коми ширин бардоранд. тӯҳфаро тақдим мекунем халам. дар қарсак зада. рӯзи мо банди кору бори деҳа ва бозиҳои хеле ҷолибу шавқангез гузашт. зиндагӣ дар деҳа аҷобати дигаре дорад. ҳар нафаре дар деҳа зиндагӣ мекунад ё ҳадди ақал боре меҳмон шудааст, саодату зиндагии рангини кӯҳистонро тасаввур кардааст. имрӯзҳо ки ба ҷашни аҷдодии мо сада рост мегираду гулханороӣ дар шомгоҳ рамзи аслии ин ҷашн аст, мо ҳамзамон маҳфили канори гулхан ташкил намудем. бо навову сурудхонии ҳунарманди номдори деҳа абдулҳақ искандарзод боз зебоии дигаре дошт шоми мо. ана ҳамин гулхан моро ба ҳам овард бо бачаҳо ва дар интиҳои як рӯз як гулхан оростем ва ногуфта намонад дӯстони азиз ки мо дар пешорӯи яке аз ҷашнҳои миллӣ ва яке аз ҷашнҳои суннатии ҷашни сада қарор дорем ва маҳз дар ҳангоми шомгоҳӣ оростани ҳамин хел гулхан
از رمزهای اساسی جشن ملی ما صدا می باشد و امید می‌بندم یک لحظه تفریحی خوب خواهیم داشت. خب البته در این قسمت میباید که اول یک سرود بشنویم، لحظه فرهنگی رو با هم استقبال بگیریم تا اینکه باز هم همین محفل ما گرمتر شود. استاد مرحبا. لیلی 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 جان 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 دلم کردی ویران لیلی 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 جان 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 دلم کردی فیران میکروفون رو دوای ما کشلغون آمدی وای وای مرا کشتی بارمان وفضا بارم آمدی وای وای دلم کردی ویران کشتی بارمان و فیضابون آمده وای وای دلم کردی ویران ای بالا باران آمد یارم به دالان آمد ای بالا باران آمد یارم به دالان آمد یک بسات طلب کردیم وای وای چشمش بگری آمد یک بسات طلب کردیم وای وای چشمش بگری آمد لیلی 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 جان 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 دلم کردی ویران سری قشلاق آمدی وای وای مرا کشتی بارمان و فیضابان آمدی وای وای دلم کردی ویران دلم کردی ویران سپاس میگویم با استاد عبدالحق اسکندرزاد. واقعا یک با صدای خود با مطربی خود توانستند که باز هم همین جمع آمد ما رو گرمتر سازند. و استاد شما البته که بسیار صدای فوران دارید و شاگرد یکی از بزرگان صنعت ما شادروان استاد دوستمراد علیف هستید. یک کم یادآوری میشدید با چند نکته و بعدا ادامه میدید. خب اول فرهنگ چند سال کار کردم با رحمتی دوستمراد یک جای بودیم و خیلی بعد نفقه یک سال کار کردیم با خیلی بعد نفقه با وای نمیگم معرکه است میریم کم کم خمیشه سند تمام بهترین نقد میبینیم حرمت میکنیم مثل بگیم دویم همی صنعتکار رو ختم دویم. خب استاد تشکر میگم. البته که در محفل ما هستید و این محفل ما رو باز هم گرمتر بکنید با صدای خوش و واقعا از نشر گذشته و چون انعنه ما در انتهای برنامه همین گونه گلخان می‌آوریم و با بچه‌ها یک جا میشیم. بچه‌هایی که روزی در روز با ما بودن یک ویکتورین به قول یک آزمون سوالی میکنیم که سوال‌ها البته که از سمت ورزش میشوند و بچه‌ها خوب آماده هستید شما در این اشتراک در این ویکتورین؟ خوب بچه‌ها اکنون شروع میکنیم انا همین آزمون سوال جواب خود رو و البته که اولین شده سوال ورزشی است. با دقت باشید و از ورزش تاجیکستان است. قلندر سوال اول رو البته بچه‌ها هر نفری که جواب میدهد باید دست بردارد و با ترتیب میپرسیم و سوال اول همین گونه است که اولین پهلوانی که در زمان صاحب استقلالی از رشته جودو به تاجیکستان مدال آورده است کیست؟ از رشته جودو پهلوانی که بسیار صاحب نام است. شما؟ رسول واقع می باشد که این بازی المپیک سال 2008 برگزار گشته است، مدال برنزی را به دست آورده است. آفرین، قرصق میزنه. قرصق. جواب کاملا درست است و من یادداشت میشم که کسی اگر جوابهای بیشتر داد او را غالب اعتراف میکنیم با او
تحفه میدهه. برای با دقت باشید دوستان و چون قلندر آغاز کرد من خواهش میکنم که با سوال دیگر هم قلندر پیشنهاد کرده باشه. باشد چرا نه؟ از بازی‌های المپیک در زمان صاحب استقلالی ورزشکاران ما چند مدال به دست آوردن بچه‌ها؟ کی میدونه؟ خوب فکر کنید بعد دست برداره. خوب از این طرف دست میبرن. 7 مدال رو با دست آوردن. 7 مدال در زمان صاحب استقلالی. خوب بیاد نمبر کردنش خوب است البته ولی قبول میکنیم چون سوال اوید شماره بود. خرسک میزنیم. باز یک جواب دیگر از این طرف شد. و قلندر با سوال‌های دیگر هم. خب البته سوال دیگر رو نیز پیشنهاد میکنیم. کدام سال دسته منتخب تاجیکستان بچه‌ها اوید به فوتبال اولین بار در چمپیونات آسیا اشتراک کرد؟ باید دقت کنیم که سال به فوتبال تعلق دارد. کدام سال دست میبرداره؟ اولین بار کدام سال اشتراک؟ خب از این طرف بیاد پرسون میشه. 2010 2010 میگن نه؟ شما نفر دیگر 2024 خرسک میزنیم بچه‌ها. جواب کاملا درست است. و سوال دیگر چمپیونات آسیا در کجا برگزار شده بود؟ چمپیونات آسیا در قطر سال 2024 برگزار شده بود. یک خرسک جواب کاملا درست و پورا است. خوب بچه‌ها با دقت باشید چون گلخان هم آهسته آهسته پایان میشد. سوال آخرین رو پیشنهاد میکنم. هم کمتر سبکتر است ولی فکر کردن در کار. در یک بازی فوتبال در یک میدان چند دسته بازی میکند؟ دسته رو میبرداره. خب بیاد باز شما رو میپرسیم اول. دو دسته رو اشغال میکند که از 12 نفره عبارت میشه. دو دسته 11 نفره. انیق شما دیگه پاسخ نداره؟ نه. شاید 3 دسته باشد. بعضی وقت کم میشه. دو دسته اشتراک میکند که از 11 نفره عبارت است. فوتبال رو تماشا میکنید؟ بله. جانبداری کدام دسته است؟ ریال مادرید. ریال مادرید. اگر از تاجیکستان بگیم چی؟ استقلال. دسته استقلال. خب بیاد قرصک میزنیم چون جواب با پورگی درست بود و هم در دو سوال ما جواب دادن پیش صف و پیش قدمتر بودن. خود رو معرفی میکنه چون غالب است در این عضو. من اشرف هستم ساکن دهه ایلام میباشم. یک قرصک دیگر میزنه برای غالب ما. خب از جانب سرپرستی برنامه ما مغازه یوور یک تحفه دیگر برای سامان برای حاضر جوابی برای جوابهای درستش قرصک میزنیم. مبارک. و در انتهای همین گونه یک محفل جالب دوستان عزیز یک سرود دیگر در اجرای استاد عبدالحق اسکندرزاد خواهیم شنید. خیز دایم از خاک فیض آباد من خیز دایم از خاک فیض آباد من فیض آباد باشد خانه آباد من فیض آباد باشد خانه آباد من من خوشم از نکت گلای او میبرد دامن سرای او از تماشایش خمارم نشکند من خوشم امروز از فردای او فیض خیز دایم از خاک فیض آباد من فیض خیز دایم از خاک فیض آباد من فیض آباد باشد خانه آباد من فیض آباد باشد خانه آباد من. واقعا موسیقی یک سحر دارد و انسان را خیلی خیلی به خود جلب میکند و به خاطر اجرایش خیلی عالی و خیلی هم جالب استاد را بازم با تحفه از طرف سرپرست برنامه‌مان مغازه یوور قدردانی میکنیم. خوب بیننده های عزیز همینجا رسیدیم به انتهای برنامه. روزگاری خوش داشته باشید. خیر.